بالاخره بررسی کامل فصل 8 که اسمش توایلایت هست رو داریم که در تاریخ 3 سپتامبر ساعت 5 بعد از ظهر آمریکا این سیزن خواهد آمد و به وقت ما میشه پنجشنبه ساعت 3:30 الی 5:30 این بررسی شامل اولین نگاه به میتیک رم 7 جوایز رایگان بتل پس و موارد دیگر است. بتل پس سیزن 8 شامل ویژگی ها و کاراکترهای زیر خواهد بود. کرید کریمینال فرانسیس خودمون تو چند تا بتل پس داشتیم. تو بتل پس های پریمیوم میشه گفت اون بتل پسی که سابسکرایبشن هست اشتراک است تو اون داشتیم. تاکتیکال ایج آنتونوف اینم یه اسکینه و اسکین های دیگر. در حال حاضر تنها نگاهی دقیق به رم 7 با طراحی پلیس و اسکین مکزیکی جدید داریم. با این حال در پس زمینه میتوان اسکین های دیگری را دید. اسکین پارتنووا که باز طراح اسکین فانی بون خواهد بود. اسکین آنتونوف از کولد وار که به بازی اضافه می شود. در قسمت ساحل اسکین بولدوزر کریسمس فارنلاین دیده می شود. همچنین اسکین نونز مانیاک از سالگرد 2020 یا همان 2020 دوباره به بازی باز می گردد از طریق باندل بیبی باس. سلاح و تجهیزات جدید. یک تفنگ جدید به بازی اضافه خواهد شد که اسمش رم 7 است که قدرت خیلی بالایی در رنج پایین و متوسط دارد. شما میتونید این گان رو توی تایر 21 به صورت رایگان از بتل پس دریافت کنید. همچنین تجهیزاتی معرفی می شود که می توانند به پشت موانع نفوذ کنند و آن طرف منفجر شود که خیلی خوبه برای زدن کمپرهای رنگ یا کمپرهای بازیادی. اگه بندازید میترکه و کسی که پشت دیواره میمیره. چیزایی که میتونید این سیزن به صورت رایگان ازش دیویژن بگیرید: اتچمنت ویژه رانگ پلیس برای رم 7، پردیکتر میسر یا همون موشک با یه اسکین جدید، مداکس ایلیگال پروگرام یه بلوپرینت یه اسکین جدید از مداکس که همه اینا به صورت رایگان است. محتوای رایگان رویدادها. یه سیستم جدید به بازی اضافه خواهد شد به نام سیستم رنج فستیوال رنج که با بازی در مچ‌های رتبه برای مثال مولتی پلیر و همچنین بتل رویال هر دو مود بازی می توانید جوایز بگیرید. جوایز شامل اسکین اسم10 هست. جوایز شامل اسکین اسم10 خواهد بود. قوانین دریافت: یک بازی در روزهای وسط هفته دریافت 1 کش. یک بازی در روزهای آخر هفته دریافت 2 کش. اگه نمیدونید کش چیه، منظور از کش همون جعبه هایی هست که میتونیم ازشون پازل ها یه گان های لجند میتیک، پازل های 117 میتیک یا RUS یا 47 رو ازش بگیریم. رویداد همکاری با آلچمیستاز در 18 سپتامبر باز میگردد. یه همکاری داشتیم با انیمه آلچمیستاز که یه اسکین یه دونه نبود، چند تا اسکین بود که اونا برمیگردن. میتوان جوایز مثل گرا و 550 فوکوس و موارد دیگر بگیرید که قبلا بیشتر ما گرفتیم و کسایی که نگرفتن هم میتونن با برگشت این همکاری این جوایز رو بگیرن. کلنوارها محتوای جدید میگیرند شامل رویدادهای لیدربورد و جوایز فصلانه رایگان. جوایز اسکین اپراتور ریس کراولر، موزیک ترک ها و بلوپرینت های مختلف. فروشگاه و آیتم های پریمیوم. 12 سپتامبر باندل میدنایت مسیج منتشر می شود شامل رم 7
میتیک. سپتامبر باندل میدنایت مسیج منتشر می شود و همچنین میتیک رمز 7 الهام گرفته شده از نقاشی ون گوگ میاد و آیتم های دیگر مثل 12 سموک گرینید یه اسموک میاد بازی و همچنین دراپ های دیگر فروشگاه. آیتم های دیگر فروشگاه یک اسکین از گان ISO میاد و همچنین در 19 سپتامبر همکاری دوباره با آلتیمیت استارز. اگر اسکین HTTL گادسند یا آیتم های قبلی را از دست دادید دوباره شانس دریافت خواهید داشت. طی کل فصل باندل آکواتیک فیوشن لژندری در دسترس خواهد بود و همچنین در سیزن آینده شاهد آمدن یک گردنه سریز در مورد حیوانات خواهیم شد که لوکاس گربه‌ای هم در آن به احتمال زیاد وجود دارد و این گردنه سریز برای کسایی که عاشق حیوانات هستند بسیار بسیار خوب است و مخصوص این افراد است. من برای اینکه بتونم این اخبار رو به صورت کامل در اختیار شما بذارم اول اخبار رو روی یک کاغذ نوشتم تا برای شما بخونم و بدونید که چه چیزهایی در سیزن 8 کال آف دیوتی موبایل خواهد آمد و اگه حس خوندن از روی چیزی رو به شما داد از شما عذر میخوام و تا ویدیوی بعدی خدا حافظ.